سلام، به قسمت سوم و قسمت آخر آموزش دیتاست خوش اومدید. توی این قسمت ما قصد داریم بگیم که اصلا چرا ما اصلا ماشین لرنینگ برای چی به وجود اومد، اصلا کنه هوش مصنوعی برای چی به وجود اومده، چون همش به این دیتاست ربط داره. ببینید، همونجور که گفتم با توجه به اون نصف بیشتر تعداد حالات ممکن ما باید اون در واقع تیبلمون رو پر کنیم و سطرهامون و این عدد اینمون تو اون عدده برسیم. به دلیل اینکه ما بتونیم یک دستیار خیلی مهمی رو کنار دستمون داشته باشیم، چون ما که قرار نیست که دائما تو خط باشیم بتونیم کار داده ها رو بازرسی کنیم، بررسی کنیم، مثل یک نگهبان بالا سر تجهیز باشیم، مثل یک نیروی در واقع خبره بالا سر تجهیز باشیم و بتونیم هی مدام بگیم که بفهمیم وضعیتش چیه. این برای سیستم های پایش وضعیت آنلاین یا کلا سیستم های اتوماسیون که به صورت اتومات انجام میشه تو نسل 5 میتونه خیلی به شدت کمک کننده باشه. ما عملا میام دیتا ستمون رو تشکیل میدیم، با اون نصف تعداد حالات کل میام تشکیل میدیم، بعد دیتا ستمون رو آموزش میدیم. یعنی عملا میام در واقع دیتا ستمون رو میگیم که حالا با توجه به این ورودی هایی که ما بهت دادیم بیا ببینیم که خروجی چی میشه. این دیتا ست میاد مدل در واقع پارامترها و این بهتر بگم این عددا رو هر کدوم رو تو هر سطح میبینه، بعد میفهم خب این عدد اگه به این شکل باشه، یعنی این مقدارها باشه به این شکل، مثلا بالا پایین یا تغییرات داشته باشه، خروجیش مثلا به عنوان مثال اوتل میشه، یا خروجیش مثلا به عنوان مثال بینینگ سالم میشه یا بینینگ خراب میشه. یکی از نکات مهم دیگه، به عنوان مثال شما فکر کنید که ما اینجا 6 تا فیچر رو به عنوان ورودی داریم که در واقع قرار 2 تا فیچر رو ازش پردیکت کنیم یا 2 تا مدل رو اینجا پیش بینی کنیم. ما میام از 2 تا فیچر 1 و 2 میام مدل 1 رو ساپورت میکنیم، از فیچر 3 تا فیچر ورودی آخر میام مدل 2 رو ساپورت میکنیم. در واقع میام این با توجه به این ورودی ها میام این مسئله‌مون رو، مدلمون رو آموزش میدیم. بعد از اینکه مدلمون آموزش دادیم، بعد پس ما هدف کلی یا تارگت کلیمون واسه بحث هوش مصنوعی یا ML یا دیپ چی هستش؟ این هستش که بتونه اون مدلمون با استفاده از آموزشی که بهش میدیم و در واقع تستی که رو اون بحث داده ها میکنیم و فیچر سلکشن یا انتخاب ویژگی هایی که داریم، بتونیم به یک دقت یا اکورسی برسیم، ببینیم مثلا دقت مدلمون چقدره. مدلمون با توجه به این آموزش هایی که دیده چقدر میتونه خروجی رو درست واسه ما پیش بینی کنه، چقدر میتونه درست ها رو درست پیش بینی کنه، غلط هایی که باید به درستی پیش بینی کنه به چه شکل پیش بینی کنه. که این بحثش یه خورده پیچیده تر میشه و نیاز هستش که ما تو ویدیوهای بعدی باهاتون باز در این رابطه صحبت بکنیم و آموزش بدیم، بگیم که اصلا بحث ما فیچر سلکشن رو داریم، بحث‌های آماری رو داریم، بحث‌های در واقع ماتریس در هم ریختگی یا کانفیژن ماتریکس رو داریم که میتونه به ما بگه که دقت ما خوب بوده با توجه به این داده و کاری که ما قرار انجام بدیم یا نه. و در نهایت مدلمون رو آپتیمایز کنیم، بهبودش بدیم، داده‌های جدیدتری رو باز بهش اضافه کنیم، داده‌های واقعی‌تری رو باز بهش اضافه کنیم، همش صرفاً داده مصنوعی نباشه و در واقع فیچرهای مهم رو انتخاب کنیم، فیچرهایی که الکی هستش و مدل رو به سمت گیجی و سردرگم میبره حذف کنیم با استفاده از قسمت فیچر سلکشن و در نهایت مدلمون رو که آموزش دادیم، تست کردیم و ازش اکوریسی گرفتیم، مدلمون رو فاینالایز میکنیم. یعنی در نهایت میگیم این مدل خب حالا که تمام مراحل انجام شد، ما مدل رو انتخاب کردیم، همین مدل میره روی خط تولید و در واقع میشه یک دستیار ویژه نگهداری تعمیرات، میشه یک در واقع اتوماسیون صنعتی نسل 5 که در واقع میتونه به بحث PLC ها خیلی کمک کنه، میتونه به بحث در واقع خط تولید خیلی کمک کنه، میتونه به بحث در واقع نیروهای CM که تو بحث نگهداری تعمیرات کارخونه هستن میتونه خیلی کمک کنه و در نهایت میتونه یک سیستمی تو بحث CM باشه که بسته به نوع دقت مسئله‌مون، چون دقت مدل هیچ وقت به 100% نمیرسه و اگه دقت مدلمون به 100% برسه، یک جای کارمون باید ایراد داشته باشه که مدلمون بتونه با دقت 100% بیان کرده باشه. چون عملا ما یکی از بحث‌های خیلی مهمی دیگه که اینجا داریم که به عنوان آخرین صحبت من باشه تو این ویدیو، ما عملا بایستی فیچر سلکشنی که انتخاب می‌کنیم ویژگی هامون رو و داده هایی که به عنوان ورودی میدیم، اینا همه هر دو تا دست به دست هم دیگه میده و در نهایت به ما میگه که مدلمون حفظ کرده اینو یا نه. مثل یک انسانی که مثلا واسه یک امتحانی میخونه اون درس رو حفظ میکنه و عملا اگه داده ناشناخته جدیدی بهش بدیم که تو این دیتا ستمون نباشه که از اون میلیاردها در واقع ویژگی دیگه ما بهش به عنوان داده جدید بدیم، یعنی عملا این پارامترها
اینا رو دیده مدلمون، ولی اون پارامتر رو ندیده این عدد عوض شده که به ما بگه اینر یا باله، یا به ما بگه بلینگ اون سالم یا بلینگ اون خرابه. برای همین مدلمون خیلی مهمه که یک دقت خوبی داشته باشه، داده ها رو یاد گرفته باشه، حفظ نکرده باشه و در نهایت اون مدل رو ما میریم فاینالایز می‌کنیم می‌بینیم تو خط تولید، نه هر مدلی رو. نه اینکه خوشحال بشیم بگیم مدلمون خب 100% داره پیش میره یا نه رسیده به 90%. معمولا مدلمون اون 90% نیست، اون داده ها رو حفظ کرده، داده ها رو یاد نگرفته. مدلی خوبه، عملاً ML خوبه، دیپی خوبه که بتونه عملاً اون داده ها رو یاد گرفته باشه، اون دیتا ست رو یاد گرفته باشه، نه اینکه حفظ کرده باشه. خیلی ممنونم که تا آخر این ویدیو همراه بودید. توی ویدیوی بعدی قراره یک بحث جذاب دیگه از بحث هوش مصنوعی و ML رو و در واقع هوش مصنوعی در صنعت رو تو بحث CM و بحث اتوماسیون صنعتی با هم دیگه پیش ببریم و آشناییت بیشتری پیدا کنیم با بحث ماشین لرنینگ.